سلام و عرض ادب خدمت هنرجویان محترم. یه موضوعی رو بعضا هنرجو در رابطه با پارک های 30 سانت اشتباه میکنن یا یادشون میره. من عرض کردم خدمتشون که در تو اینکه میخوان پارک 30 سانت انجام بدن، مرکز نقطه صفر مرکز ماشین یا بالای تیغه برخورد کنن یا محوری که به عنوان مرکز برای خودشون در نظر میگیرن و طوری تنظیم کنن که به صورت مورب با لبه خط جدول تنظیم بشه یا لبه خط آسفالت. گاهن هنرجوها خط آسفالت رو اشتباه میگیرن، یعنی بعضی جا خط آسفالت با لبه جدول هم ترازه، یعنی خط آسفالت جدول یه جوبه، شاید بگم 20 سانتی، بعد دوباره جدول. یا گاهن خط آسفالت یه شیبدار جدول میشه و بعد دوباره یه جدول عمود میشه کنارش که حالا بعضا خیلی از کوچه ها و خیابونا به این شکل هست. محور ما برای پارک 30 سانت پارک کنار جدولمون خط آسفالت لبه جدول، حالا چه عمودی باشه جدول چه به صورت مورب کنار خط آسفالت قرار گرفته باشه. خواستم به این نکته توجه بکنین، ممنونتون میشم.